جرمت چیه؟ من داشتم تو خونه نمازی عصر بود یا ظهر بود اینقدر گونوت بسته بودم یه دیدم دستم خورد به دستم علج. شما چرا بو میده دهنت؟ دهنم؟ اون مال نیچه من دهنم خیلی کار میکشم دهنم عرق میکنه دیگه. این عرق اون عرق نیست، این یه عرق دیگه. بدن یا دفتر خاطرات؟ حاج آقا آلبوم خانوادگیشونه. حکمت داره حاج آقا. زن برهنه کشیدن حکمت داره؟ عشقم بوده حاجی برهنه چی؟ آدم عشقشو در معرض دید عموم قرار میده. خیانت کرد مجبور شدن تتوش کنم. تو رو کی زده؟ ما رو خدا زده، کسی نزده. در اون خانوادگیه، به کسی مربوط نیست. مشکلیه؟ جرمت چیه؟ زدم باباشو زده. شوهر ننم. ما موسیقی به ما گفتم موسیقی رو زمین باعث فسخ و فجور میشه. این شد که رفتیم زیر زمین. بعد موسیقیمون گل کرد گرفت اومد رو زمین، فسخ و فجور رفت زیر زمین، ما رو گرفتن اومدیم در معیتشون. ولی الان حاج آقا یه موسیقی دنبلی هست تو زندان خیلی بچه‌ها دوست دارن، میگه عشق منی دل میبری عشق بگری جون منی. یک مسئول نباید زیاد پشت میز بشینه، بیشتر باید بره مسافرت خارج از کشور. خارج از کشورم باشه اشکال نداره، به شرطی که در راستای چی باشه؟ در راستاهای پاتایا و آنتالیا. اینجا ما با 4 تا گوسفند طرفیم. گوسفند؟ حاج آقا با مایی؟ نه با شما میشن 4 تا گوسفند و 1 گوساله.